سلام. آیا بیراهای شما هنگام گرسنه بودن خون می شود؟ پس شما شاید مصاب به یک مریضی به نام جینجیوایتس باشید که این حالت را باید جدی گرفت. جینجیوایتس عبارتند از التهاب بیره می باشد. کامل اصلی آن پلک دندانی است. پلک دندانی عبارت از تجمع مواد غذایی، لعاب دهن و باکتریاها می باشد. عوامل دیگر جینجیوایتس عبارتند از دیابت، بلوغ، حمل، حفظ الصحه ضعیف، سیگرت کشیدن و همچنین کمبود ویتامین C بوده میتواند. اعراض و علائم آن طوری که شما در تصویر میبینید عبارتند از پوندیدگی، سرخی و همچنین خون دادن هنگام گرسنه بودن میباشد. خب چرا جینجیوایتس باید تداوی گردد؟ طوری که شما در تصویر میبینید اگر جینجیوایتس تداوی نگردد به شکل پیشرفته تر آن که پریودونتایتس است مبدل میشود. در پریودونتایتس بر علاوه بیره انساج اطراف دندان نیز مصاب می شوند، طوری که بیره و استخوان اطراف دندان تحلیل نموده و نشست می نمایند، دندان ها لق شده و بالاخره می افتند. پس باید جینجیوایتس تداوی گردد. بهترین تداوی عبارتند از وقایه می باشد، طوری که شخص باید حفظ الصحه جوف دهان خود بسیار خوب مراعات کند، روز 2 بار برس و همچنین نخ بکند دندان های خود، از ماوت واش هایی که موجود است باید استفاده کنه و اگر در دندان های شخص استین و کلکولاس موجود است باید نزد شخص اسکیلینگ و پالشینگ صورت گیرد. شکار